عینکه بره عینکه بره طلای خوردی زن اینه بچه بگه الان اومدیم داریم دنبال لوکیشن میگردیم، احساس میکنیم اونور یه لوکیشن خفن داره. بعد کلا بریم تو شهرک اونور بگردیم این داستان چیه. ولی خب مسیری که باید بریم از اینجاه. عرفان، اما سعید. Let's go. عرفان حسودی شد میخواد اینجا بیاد. بچه فیلم رکورد نبود. باید بریم پشت فنسا، از اون پشت از روی پل رد شیم. خیلی پارک خوبیه. شکاره داره که دوست دارم بریم اون شهرکه رو بگردیم تا حالا این سمتی اصلا نیومدیم. اومد کیز کون کشم اینجا میزنن کت میگیرم فاز لاتی ولی به کیرمونه چون ازش رد میشیم شکلاتی. لوکای جدید میبینم انرژیم چند برابر میشه چون باعث میشه که تجربه جدید توش کسب کنم. میدونی از بس کتاب خونم گرفتم فاز چسب خونه. بیا پایین ما اینجا اصول داریم نزول داریم. پس من صعود میکنم به نزولت. بده دو داش روفش این بره میگه چیزی نداره. ما واسه روفه این اومدیم. بریم اینجا حواسش اینا نره تو پاتون. اوه کاش عرفان رو میگرفتم داشت میخوردم. جامپ داره به سمت داستان. اگه این بسته شد من دردشو اول بزنم چون فری جامپش کاری نداره. خیلی کیف داد اون جامپه. بعد جوری بهم کیف داد. یه خورده یکی اینکه فاصله‌ش از بیشتر این حرکت ذهنی بود واسه من که با استایلش هم زدم شورتش هم گرفتم. یو پشتش انگار خاکی آدم میرینه. خیلی بده. مثلا اینو بعدا میام.
مردیم از تشنگی هی. همونجوری باید بگی. مردیم از تشنگی هی هی. اینجا پر اسکاتایی که تا حالا تمرین نکردیم. بعد بریم آب بگیریم، جون بگیریم. اونجا خوش شدیم، آفتاب زده بودیم، مغزمون داغ کرده بود. بعد بافتای اینجا خیلی خفنه، قدیمیه، خیلی اصلا عجیبه. جدیده نه یکی از بافتای قدیمی تهرانه. یه نگاه به ما کن، بک بکن یو دستای من نگاه کن. دستای یه پارکورکار زحمتکش. زحمتکش. یه دسته الان یه چالش میذارم واسه عرفان، اگه بتونی الان ساقه طلایی بخوری مردی. باش با آب من 6 تا ساقه داره میکنم. از اینو دوست دارم. آره کل بریم آب. ولی من از اینا دوست دارم. سلام آقا. آقا ویدیو بگیر. نفری یه بطری آب، اینجوری نمی‌صرفه. آفرین. بخوایم مال هم دیگه رو بخوریم. هر کسی مال خودش هم بخوره. کسی مال خودش آره دیگه. حالا چه آب مندنی کلوفتیه. حالا اینجا کاشون دستکیشون هست میکردیم. الان برات دستک نصب میکنم. دوست داره جاش. خب بخوری؟ صدا ما داری فهمش. هر کی باید یه آب شخصی داشته باشه. اینو فقط یه بدنساز میفهمه. نگاه آقا اصلا واسه من اینو نداره. واسه من نخورید آقا. بنزین شبیه کاست داد تو. کاست باشه. ترک جای چی اومده؟ Thank you so much. میخندی؟ من با گوپرو بلدم چجوری صحبت کنم. عمو سعید برو سریع بزنش قبل اینکه عرفان بزنه. آره داد و بیداد نکن اینجا. بگیر برو دوباره بزن. عمو سعید چقدر درازن. باری کلو چه قشنگ. اینا تاثیرات تمرینای روتین ها. برو. یو واه چه خوشگله خدا. عمو سعید برو فیرجام بزن پا بچش اینجوری بپدی بود. آفرین برگشت. کاش بتونم برم دومیه. ماشاءالله. اون اولیه. رشتی. ماشاءالله. یو برگام ریخت. بزن. کودتاگر آمد. کودتاگر رپ فان. نه. Yo, I don't like it. بریم؟ یو
خیلی خوب میزنه لعنتی. Yo, yes. Finally, let's go. آره دایی داشتم میگفتم. ولی از زیر نمیکشه. آره جای دوش واقعا خیلی بده. انقدر دارم اندازه آدمه داره. یس چبی لاپا دادی؟ انگشتام رفت تو پله. انگوشش رفت تو پله. بچه‌ها به کسی نگید. به کسی نگید و بین خودمون باش انگوشش رفت تو پله. بردی میلیون ترکی دیگه. هم دایی دادا برام خب دیگه بسته، اینجا خیلی تمرین کردیم. بریم اسپات بعدی. اول از همه آبو برداریم. و کیف سعید خیلی مهمه. یه دونه خوراکی اینجا داره، باید اینو بپیچونیم ازش. ساقه طلایی خوردی کنم. هم سعید چقدر میدینی بدم. خیلی جدی گفتی ترسیدم. بیا. خیلی جدی گفت ترسیدم. این اثبات آفتاب زده تو مغزمون. دوست دارم این کت از اینجا به این لبه، دوست دارم اینو بگیرم بزنم. خیلی جوابه. 3 2 1 باریکلا. یو خیلی چسبید. پرفکت. بیا. ایسا دیگه. یس. یه خورده داستانش اینه که پشتش خالیه، جلوش خالیه. یه خورده سر پرس اون 2-3 تا ترای زدم. اگه کی Thanks for watching man. ای من انقدر کتونیم تنگه، انگشتای پام که به جای اینکه اینجوری باشه اینجوری رو هم میگردم. اصلا جامپ زیاد نمیتونم بزنم، باید کتونی رو عوض کنم بعد بیام بزنم. باریکلا. یو صف نگه دار دیگه. باریکلا. اون که برسه بزنم و شارژ دستگاه رو به اتمام هست. خب گاهیدم باریکلا. چه حسی داره انقدر تمیز میزنی؟ باریکلا. نایس. خوب بودین؟ عالی. یه مانکی پرس هست چون زیرش ارتفاع داره یه خورده چالش داره. بریم پی او بیشو بزن.
اوی بعد کدوم می‌خوای برگردی؟ همونجا دیگه من بشینم فقط. بودت ازش که نمیاد گیر میده. یو خب دیگه بچه ها مرسی یه مورد تماشا میکنید. گوپرو داره خاموش میشه. ما هم دیگه آخرای تمرینمون بود. امیر خسته اف سر حال خداحافظی کنید. چی شده؟ تمام شد ویدیو؟ آره ببین 1% سریع. آقا 1% شد. اگه شارژ باتری بیشتری داشتیم بیشتر ویدیو میگرفتیم، بیشتر با اسپات ها آشنا شدیم، با لوکیشن ها آشنا 3 2 شدیم. 1 وای نه